سلام بچه‌ها، چطوریم؟ در این ویدیو میخوام استراتژی بهتون بگم دیگه. میخوام بریم سر اصل داستان. میخوام راجع به استراتژی صحبت کنیم. به طور کلی ببینید ما دو تا استراتژی داریم و اصلا در بازارهای مالی من اول روی تریدینگ ویو توضیح میدم به عنوان بورد، به عنوان تخته، بعد میریم روی خود نینجا تریدر و استراتژی رو میگم. دو تا استراتژی داریم، بعد شروع میکنم مثال حل کردن و مثال زدن و تمرین کردن. ببینید به طور کلی وقتی شما اصلا وارد یه هج فاند بشید، وارد صنعت تجارت در بازارهای مالی بشید، دو تا استراتژی کلی وجود داره. دو تا اصطلاح کلی دارن. یکی ترند فالوینگه که ما تو این مباحثی که داریم بهش میگیم ترندینگ. جفتش درسته. این اصطلاحیه که شما به هر پورتفولیو منیجر، به هر اسست منیجر، در هر هج فاندی بگید میفهمن دارید راجع به چی صحبت میکنید. ترند فالوینگ یک سری استراتژی هایی درست کنیم که عموما اونا بر اساس بیشتر ریاضیاته، ولی خب ما حالا بر اساس ابزارهایی که داریم میتونیم یه تخمینی از ترند بزنیم و یه تریدی رو این بگیریم. استراتژی دیگه مین ریورژن بهش میگن. مین ریورژن بچا اولا ترند فالوینگ یعنی ترند که ترند، فالوینگ یعنی ترند رو دنبال کردن، چیز خاصی نیست. مین ریورژن یعنی چی؟ بچا مین در آمار یعنی میانگین. مین ریورژن یعنی بازگشت به میانگین که ما اصطلاحاً اینجا بهش برکتینگ هم میگیم. خب ما میخوایم راجع به این دوتا استراتژی صحبت کنیم. تو این جلسه من اول راجع به مین ریورژن صحبت میکنم، راجع به استراتژی های مین ریورژن. ببینید مفهوم و منطق مین ریورژن چیه؟ میگه آقا جان قیمت هر جایی که باشه، مثلا من الان رو طلا، خب هر جایی که باشه بالاخره مثلا یه میانگینی داره دیگه. خب پس تو خیلی از اوقات هم ما میدونیم مثلا 60% اوقات، خب شاید حتی بیشتر، بازار خیلی ترند که نداره، چاپیه اصطلاحاً به قول انگلیسی‌ها، یا رنج میزنه به قول ما. پس این برمیگرده به سمت میانگین. پس اگه خیلی بازار بریزه یا خیلی بره بالا، مثلا فرض کن میانگینش اینجاست، این برمیگرده به سمت میانگینش یا به سمت تعادلش. ببینید تمام مباحثی که قبلا گفتیم، فوتپرینت، لول والیوم پروفایل، وی وب، تمام اون مباحث رو حالا میخوایم اپلای کنیم، میخوایم ازشون استفاده کنیم. برای همین شما اگر این دو جلسه رو دارید میبینید حتما باید به تمام جلسات قبلی مسلط باشید، به ترتیب دیده باشید و دقیق فهمیده باشید، وگرنه صرفا این که من بگم اینجا بخر اینجا بفروش کار نمیکنه برات. به خاطر اینکه جلوتر میگم شما باید یه سری قلق‌گیری ها رو انجام بدید. حالا ما فرض کن بازار خیلی ریخته یا خیلی رفته بالا، تو این استراتژی میخوایم بفهمیم یه نقطه خوب اینجا پیدا کنیم، نه که همینجوری الکی اینجا ریخته ممکنه بازم بریزه. یه نقطه پیدا کنیم اینجا یا اینجا، بعد اینجا بخریم به سمت میانگین. خوبیش چیه؟ یکی خوبیش اینه که تکلیفت معلومه، نقطه تیپیت مشخصه، نقطه تیپی حدوداً باید خود میانگینه باشه. حالا مهمترین قسمت مین ریویژن استراتژی یا براکتینگ استراتژی اینه که آقا میانگینه کجاست؟ اصلا میانگینه کجا هست؟ این مهمه. حالا بهتون میگم. از تمام مباحث قبلی استفاده میکنیم که میانگینه رو بگیم. میانگینه کجاست بچه‌ها؟ ما میخوایم دی ترید کنیم دیگه. پس میانگین میشه خود وی وپ. میانگین وزنی ما خود وی وپه. توضیح دادم در جلسات قبلی وی وپ چیه داستانش. خب ما یه سری شاخص داریم. گفتم خود وی وپ یه سری لول داره. خب الان اگه اینجا وی وپ باشه، قیمت مثلا اینجوری رفته بالاتر، این مثلا مثبت یکه که گفتم چیه، این مثبت دوه که گفتم چیه، و این مثلا لول مثبت سهش. خب گفتم خود از یه انحراف معیار از وی وپ بگیری میری بالاتر و این انحراف معیار بر اساس وی وپ داره گرفته میشه. حالا تو مثبت دوه تو اینجا میتونی سل بزنی، رو خود وی وپ تیپی کنی. با چه تاییدیه‌ای؟ با تاییدیه فوتپرینت. بریم روی تریدینگ ویو بیشتر توضیح میدم متوجه میشید. این مثلا طلاست. ببینید ما میایم تو اندیکاتورها، میایم تو قسمت MZ پک، میریم تو والیوم پروفایل، میایم پایین، اینجا قسمت والیوم پروفایل وی وب، دقت کنید. میایم رو اینم یک، اینم دو. حالا اینو بذارید 2 و 3. اپلای کنید، اوکی کنید. خب ببینید یه ارور داد. میبینید ارور رو؟ چرا این ارور رو داد؟ به خاطر اینکه این تیک ریپلی فعال نیست. اینم بذاریم روی، مثلا فرض کنیم همین جوری میگم 5 دقیقه. ببینیم این شد چارتمون.
ببینید رفته به مثبت 2 خورده، به مثبت 3 خورده، ریخته پایین. حالا من میخوام برم توی فوتپرینت تاییدیه بگیرم، اینجا به مثبت 3 که رسید سلشو از اینجا بگیرم، رو ویوب که اینجاست ببندم. به همین سادگی. بچه اصلا استراتژی یعنی چی؟ استراتژی مهمترین ویژگیهایی که باید داشته باشه چیه؟ مهمترینش و اولینش سادگیه. وقتی استراتژی خیلی پیچیده باشه، وقتی و نکته دوم قابل تکرار باید باشه. قابل تکرار نباشه شما چه جوری میتونی اندازه بگیری یه استراتژی خوب عمل کرده یا بد عمل کرده؟ ممکنه بعضیتون این استراتژی ببینید خیلی ساده است. آره خیلی ساده است ولی کار میکنه. خب چه کاریه؟ شما این لول هم قبلش داری میبینی. ببینید مثلا من اینجام هنوز قیمت ببین اینجاست، هنوز نرسیده اینجا. ببین من این لول رو دارم میبینم. اوکی، حالا به این میرسه. ببین اینجا یه چیزی باید برم تو دل این کندل، یه اتفاقی اینجا افتاده باشه که بر اساس منطق مارکت میکر، بر اساس منطق هایی که گفتیم شما الان میدونید اینجا من باید دنبال چی بگردم، بعد اینجا سل بزنم و قیمت میریسه. اتفاقی نبوده که اینجا از این مثبت 3 ریخته. بچه ما به این انحراف معیار سوم ویوب میگیم مثبت 3، به این پایین انحراف معیار سوم ویوب میگیم -3. اصطلاحیه که خودمون وضع کردیم. من محمد رفیعی اینو درستش کردم، اصطلاح کردم، همین. خب اینجوری نیست که یونیورسال باشه و همه بگن تو اینداستری و صنعت مالی به این مثلا به تو هج فاند بگی مثبت 3 بفهمن چی. نه اینجوری نیست. ولی ویوپ رو همه میدونن چیه. وقتی شما بری در مؤسسه مالی درست حسابی بگی ویوپ، بگی من با والیوم کار میکنن، میگن برو اتاق فلانی اونا والیوم کارن. بگی بهشون ویوپ، میگه اوکی میدونم ویوپ چیه، میدونم اوردر بوک چیه، میدونم تی اس چیه، تایمز اند سیلز چیه، والیوم پروفایل چیه، فوتپرینت چیه. میفهمن و میفهمن منطقیه، کار میتونه بکنه. حالا ممکنه یه سری ادجاستمنت ها، یه سری تغییراتی رو استراتژی شما داشته باشن، یا مدلشون باشه مدل ما یکی نباشه، اما کلیت داستان یکیه. خیلی از افرادی که الان دارن تو ایران یا خارج از ایران ترید میکنن با این ابزارها و اینستیتوشنال تریدرن، تریدرهای حرفه‌ای ان. خب نه تریدرایی که با این خط کشیایی که الکی میندازن رو تحلیل تکنیکال و اینا کار میکنن، درست حسابی با منطق. این منطق ریاضی پشتشه. ویوب فرمول ریاضی داره، دلیل داره که چرا خوبه، دلیل داره که چرا برای دی ترید خوبه، و این مثبت هم انحراف معیاری از این ویوب. گفتیم چرا انحراف معیار مهمه؟ چون میخوایم ببینیم چقدر از این اصلا ببین ما کجا بودیم. ما تو مین ریویژن استراتژی هستیم، تو برکتینگ هستیم. پس هر چقدر از این ویوب دور شه قراره به این برگرد. و ببین دوباره اینجا دور شده برگشته. قرار نیست بچه‌ها هر روز اینجوری باشه. بعضی روزا ترند داره. میگم اونجاها چی کار میکنی. پس تکرارپذیری و سادگی دو اصل مهم یک استراتژی. شما الان اینجا همینو داری میبینی، منم اینجا همینو دارم میبینم. اصلا لایف ترید نمیخواد بکنی، لایف ترید نداره. شما ساعت 5، حالا 5 من 4 و نیم شما هرچی، شما داری همین تریدو میگیری، منم همین تریدو میگیرم. خب این استراتژی شماره 1 بر وین ریورژن بر اساس ویوب فقط. والیوم پروفایل هیچی توش نیست و نگفت. حالا من باید اینجا چی ببینم؟ ببین من اینو میام رینیم میکنم، خیلی ساده اسمشو میذارم مپ. این چارتی که دارم، چارت اصلی که دارم میبینم. یک چارت دیگه باز میکنم، میرم تو 1 دقیقه. رو تایم فریم های دیگه، رو مدل های دیگه هم میشه نگاش کرد. رو 1 دقیقه کافیه برای شما. خب میرم اون نقطه رو پیدا میکنم، یه علامت میزنم اینجا مثلا اینجوری. اینم میکنم چی میکنمش؟ آل چارتس. میام اینجا. خب ببین اینجاست. حالا من اینو بهتون یاد دادم، یه بار دیگه میخوام بهتون یاد بدم. این چارت شما بذاریدش رو اینجا، بیاید روی ولومتریک. یه مدل دیگه تایپه. ببین مثلا ما تیک داریم، والیوم داریم، رنج داریم، دقیقه داریم، ثانیه داریم. شما میتونید مدل‌های مختلف یه کندل رو ببینی. کندل رو بذار روی این ولومتریکه، اینو بذار 1 دقیقه، اینم بذار همین ویدیو است. خب اپلای کن، اوکی کن. حالا بیا اینجا. ببین ما میدونیم الان کجایم. ببین دقیقاً برخورد کرده به این لوله، رسیده به این لوله. ببین لول اینه. یکم هم از عقب تا، چون شما اینو بعدش داری، شما الان اینو داری. ببین دقت کنید به این چیزی که دارم میگم. ببین یعنی شما
من این خط رو پاک کنم. ببین الان شما اینجایی، این عددت اینه، اینو نداری، یکم رفته بالاتر بعد ریخته، دقت کن. در واقع لول رو یکم هاند کرده، شما اینو الان داری. خب شما اینو الان داری. خب حالا میام اینجا، میبینم اینجا چه اتفاقی افتاده. بله ببین خرید زیاد دارم میبینم این بالا. ببین 77 تا خرید اتفاق افتاده، 60 تا، 49 تا، 77 تا. ولی قیمت چرا شاخه شده؟ خرید زیاد دارم تو سقف میبینم ولی قیمت ریخته پایین. از این ناحیه ریجکت شده. یه بار، دو بار، شما دفعه دوم که ریجکت شد میتونی سلو بگیری. یعنی چی؟ یعنی آقا 2 دقیقه صبر. گاهی اوقات 1 دقیقه کافی، انقدر ریجکت سنگینه که مطمئن میشی. بچه احتماله. ببینید شما دارید یه نقطه ای رو در بازار درست میکنید، پیدا میکنید که احتمال بالایی داره که قیمت از اونجا برگرد. یه ویژگی خوب دیگه هم داره رفقا، میدونید چیه؟ خیلی ساده است. آقا پتانسیل ریوارد زیادی داره. من که میدونم به این ویوپ برمیگرده. شما قیمت رو نگاه کنید، برید بک تست بگیرید، تمرین کنید، ببینید چقدر قیمت تمایل داره به ویوپ برگرده. ویوپ اینه یه مگنت میمونه، اینه یه آهنربا میمونه که قیمت رو دوست داره به خودش جذب کنه. ببین میره دوباره برمیگرده، میره، ببین هی به ویوپ برمیگرده. پس من که میدونم، پس این اگر من اینجا بگیرم یه استاپ کوچیک، مثلا فرض کنید بگو 7 پیپ. خب ببین مثلا اینجا شما گرفتی بعد از کلوز اینه دیگه، استاپت هم گذاشتی پشت این هایه. شما با 9 پیپ میتونستی استاپ، این 9 پیپه و 9 تیکه، اینم شما همیشه توی تیک بذاری، بقیهش ارور داره. چه وارد شدی، اوکی. الان چه کندل تو مپ 5 دقیقه گذاشتم. ببین تا ویوپ تقریبا 1/4 داره، تقریبا 1/4 داره میره تو حدود 7-8 دقیقه. شما اینجا گرفتی 7-8 دقیقه، 10 دقیقه بعد شما 1/4 گرفتی. خوبی بعدی استراتژی های ما بچه ها، دی ترید که هستن هیچی، همشون زیر 10 دقیقه به نتایج خیلی خوبی میرسن، تو تایم کوتاهی به نتیجه میرسن. این خیلی مزیت بزرگی. نمیخواد 4 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت جلو چارت وایسی. چی میخوای دیگه؟ خرید زیاد تو سقف داری میبینی قیمت ریخته. اینا کیان که دارن میخرن؟ مردم عادی هن که داره استاپاشون احتمالاً میخوره. این 77 تا احتمالاً چیه؟ بخش زیادش استاپای مردمه. بهتون تو درسای اول توضیح دادم وقتی شما اینجا سل میزنی، یه سری میان استاپاشونو میذارن این پشت. شما سل زدی؟ من و شما قبلا، ان شاءالله که دیگه این بعد نه، اینجاها سل زدیم به هر دلیل یا قبلتر. استاپامون کجاست؟ پشت این سقف است دیگه. استاپ سل چیه؟ بای مارکت دیگه. اینم میگه بای مارکت. 77 تا بای مارکت که احتمالاً بخش زیادی از این 77 تا ورود به پوزیشن نبوده، ورود به معامله بای نبوده، خروج بوده، ولی با بای مارکت داره نشون داده میشه در فوتپرینت. یه بار دیگه ببینید، کلیک راست، دیتا سیریز، خب ولومتریک، این آخری، 1 دقیقه، 1 دقیقه. این تیک حتما باید روشن باشه، حتی میتونه روشن نباشه فکر کنم روی ولومتریک. کلیک راست، رینیم، این هم اسمشو بذارید حالا میکروسکوپ. میکروسکوپ اگه اشتباه نمیزن، یا اسمشو بذارید مثلا این راحت تر، چارت فوتپرینت. یعنی دقیق دارم دیگه اون نقطه رو میخوام حالا پیدا کنم. پس بچه خیلی ساده، فرض کن میخوای طلا ترید کنی، یه مپ داری، یه فوتپرینت داری. گفتم بهتون در جلسه قبلی چیا ترید کنی. اگه اونو ندونی میریسی بی خود ترید میکنی. ببین رو یورو دلار هم جواب میده ها، ولی گفتم توصیه اولم چیه؟ نزدک، S&P، استاک مارکت. در تایم نیویورک 9:30 نیویورک به بعد ساعت بذار، 9:35 نیویورک به بعد، نه همون اول مارکت 2 دقیقه اول ترید کنی. نکته دوم، بعدش برو سراغ نفت و طلا. اول نفت، طلا. ببین پس استاک مارکت، گفتم اسید کلاس وجود داره، دسته دارایی ها، دسته کالاها، ببخشید دسته سهام. این دوتا رو بیش اول ترید کن. گزینه آخر تو بذار فارکس. فرقی نمیکنه برای تو. ببینید ما برامون فرق نمیکنه، ما میخوایم ریترن و بازدهی خوبی داشته باشیم با ریسک کم، بازدهی بالا. چه فرقی میکنه برات الف رو ترید کنی یا ب رو ترید کنی؟
چه فرقی میکنه یورو دلار رو ترید کنی یا طلا رو ترید کنی؟ بله طبیعتا باید آروم آروم برید راجع به اخبار طلا، اخبار بازار سهام، فاندامنتالش مطالعه کنید، تحقیق کنید، اطلاعات به دست بیارید. قطعا اینجوریه. ولی الان نیازی به این ندارید. نکته بسیار مهم، چند تا زمان خبره: خبر اشتغال امریکا اولین جمعه هر ماه، خبر نرخ بهره، نرخ تورم امریکا و جلسه نشست بانک مرکزی امریکا. این خبر بهش میگن FOMC. این خبرها رو اون روز رو سعی کنید به هیچ عنوان ترید نکنید. حداقل تو 6 ماه تا 1 سال اول تریدتون بذارید حرفه‌ای تر شید. بعدش هم تو زمان خبر نمیتونی ترید کنی. تو نیم ساعت اول خبر و قبل و بعد خبر باید زمان بگذره. بعد نیم ساعت از خبر بگذره بعد تو بتونی ترید کنی. پس به این دقت کنید حتی اگر حرفه‌ای شدی یا. ولی میگم شما میتونید این 3-4 روز و 2-3 روزه بیشتر هم نیست در ماه ترید نکنید. از اون 20 روز معاملاتی چند به چند بار بذاری کنار ما میشه حدود 20 روزی. اون 20 روز معاملاتی که داری این رو 3 روز رو ترید نکن، 4 روز رو ترید نکن. خب آقا پس من سمت راست که بیده به اینا میگن بید، به اینا میگن اسک. اینا معاملهایی که دیگه انجام شده، نمیتونه فیک باشه، نمیتونه دروغ باشه، اینا انجام شده. سوال اینه که چرا من اینو دیدم این اینجوری شده. یه نمایش دیگه هم داره که من خیلی دوستش دارم، میتونی رو حالت دلتا ببینیش. ببینی در مجموع داره خرید میبینی. آره یه 39 هم داره ولی ببین در مجموع کندل سبزه ولی ریجکت شده. ریجکت خوبی هم شده. جاش هم که ما میدونیم جای مهمیه. بعد تمام. بعد یه سوال دیگه، اگر اینا خرید واقعا بوده، فرض کن خرید بوده دیگه، چرا تو اینجا یا بعدش تو اینجا دفاع نشده از این خریدا؟ ببینید تو مارکت هر جا اوردرهای اگریسیو میاد، چه خرید چه فروش، از همدیگه حمایت میکنن، از اوردر خریدشون حمایت میکنن، قیمت رو پوش میکنن، هول میدن به سمت بالا یا به سمت پایین. ببین اینجا رو، اینجا فروشه و دارن فروشه همو هول میدن پایین. ببین منفی 34، منفی 12، منفی 22، این تازه دلتاش، یعنی منفی 54، منفی 53. ببینا فشار فروش رو به پایینه. این دلتا چی کار داره میکنه؟ حالا این دوتا مود فرقش چیه؟ ببین بیدو اسک که داره بیدو اسک رو جدا میده. بید اسک، بید سمت راست، اسک سمت چپ. خب دلتا میاد اختلاف این دوتا رو حساب میکنه، مثلا 11.77 چند میشه؟ 66. خالص میگه تو اون بلوک قیمتی اوردر بلاک شنیدین رفقا؟ اصلا بلاک یعنی چی؟ بلاک یعنی این. اصلا طرف تا حالا بلاک تو زندگیش ندیده میگه من اوردر بلاک ترید میگم. او بلاک چی هست؟ اگه ازش دقیق بپرسی بلاک چی هست نمیدونه چیه. بلاک یه تیک قیمتیه. درست شد؟ خب بریم چند تا مثال دیگه ببینیم. یا مثلا اینو ببینیم اینجا. من میارم من ببین این پایین، اینم میتونین روش کلیک کنین، آل چارت که کنین، وقتی میرید رو این چارت فوتپرینت اینم براتون میاره. کنترل رو بگیرید موس رو اینجوری میتونین برید پایین. ببین اینجا چه اتفاقی افتاده. تو کل اینا شما 205 میبینیم، اصلا 100 میبینیم، 150 میبینیم. چرا این پایین 200 آمده؟ آقایونی که میگن آقا استاپ لاس رو نمیبینی فلان هرچی، دلیلش چیه؟ ببین 205 قطعا توش مقدار زیادیش یا همش استاپ لاسه. سلی نیست اگریسیو سل. ببین اگریسیو سل چیز خاصی نه، همون سل مارکتینگ. سلی نیست که کسی ازش حمایت کنه، اصلا سلی نیست که واقعا کسی قصد فروش داشته باشه، مجبور شده خارج شه، بای زده اینجاها، اینجا استاپش بوده، استاپ بای سل. ببین این بعد شد 42 41 42. ما حالا اینجوریش هم ببینیم. ببین خوبیه بچه بلومتریک، من تمپلیت از قصد بهتون ندادم شاید به خاطر اینکه خودتون اینا رو بسازید، نذاشتم تمپلیت تو تلگرام. ببین یعنی چی 207 و 200؟ بعد اینجا هیچ، چون اینقدر سری بوده فرصت نداده کسی اینجا بای مارکت بزنه. خب اینجاها یه ناحیه خوبه، تو همین اول نپر، تو گفتم به 2 دقیقه صبر کن، یه چند دقیقه 2 دقیقه حداقل صبر کن. بعد اینجا رو این کندل یا رو این کندل باز کن پوزیشن، تو اینجا باز میکنی، استاپتو میذاری زیر این بای 19 پیپ استاپ.
یه راه دیگه، یه مدل دیگه هم بهتون یاد بدم. ببین اینو چجوری میتونی باز کنی. میتونی آقا بگی این یه ناحیه خیلی مهمه دیگه، یه حالت ساپورت داره. شما تو برگشت به این همیشه رو، خصوصا رو طلا مثلا اینجوریه، پول بک میده. شما به برگشت به این اینجا بای بزن. نمیگم بای لیمیت بذارا، بای بزن. ببین اینجا باز، اینجا میتونی بای بزنی، استاپت هم کوچیک‌تر کنی. باز ببین تقریبا 1/4 رو تقریبا رفته، ولی شما قبل 1/4 باید ببندی. چرا؟ به خاطر اینکه گفتم تارگت کجاست. تارگت اصلا خود ویوپه. پس این تارگتش چقدر میشه؟ تقریبا میشه 1/3. یه بار 1/3، یه بار 1/4 میشه. ببین کمتر، اینجا کمتر، بستگی داره دیگه. ببین اینجا شروع کردی، رفتی تیپی تو اینجا گرفتی، اینجاها و اینجاها باید ببندی. بعدش دیگه اومده پایین استاپ تو زده. اگه نبسته باشی اینجا استاپ تو این پایین میزنی. خب این شد مین ریورژن استراتژی. حالا بریم روی یه نماد دیگه اینو اصلا تست کنیم. بریم مثلا رو آه... مثلا S&P، مثلا رندوم یه چیزی دیگه رو باز کنیم. گفتم اینا رفتاراشون عین هم نیست، ولی باز ببین ساعت چند باز میشه. نری ساعت 2 بعد از ظهر، ساعت 12 S&P ترید کنی. آقای 5:30 من اینجا تازه مارکت باز شده، اومده رو کدوم واکنششون داده؟ رو -2. خب بریم اینجا اینجوری ببینیمش. این ناحیه رو بریم با هم ببینیم. اینم من میذارم رو چی؟ میذارم رو همون S&P. یکی از مزیت‌های ولومتریک اینه که خیلی سریع لود میکنه. اومد اینجا رو دلتاست 155. ببین عدداش فرق میکنه، ولی دلتا ببینی کار جمع. ببین اینجا بعد عددا رو در بیاری. مثلا عددها توی دلتا برای S&P دیگه حداقل باید 150 تا باشه. مثلا این خوبه، اینم خوبه. این یه مزیتی که داره اینه که کندلش هم مثبت بسته شده، تونسته بالا بسته بشه نسبت به این هنوز کارت جمع نشده. این چرا؟ اینم خیلی خوبه. این که عالیه، ولی لول اینه. بذار من خط لول رو بندازم ببینید. ببین لول اینجاست. این ببین پس اینو بالای لول فایده نداره. این 150 خوبه، این 255 خوبه. تو پولبک به این یا همینجا بعد از کسر شدن شما میتونی اینجا وارد شی، استاپتو بذاری اینجا 2 تیک پایین تر اینجا مثلا و تمام. ببین تازه استاپ من خیلی بزرگ گذاشتم. تقریبا تا ویوب حدود 10-15 دقیقه 1/4 تموم شده. دوباره از اون طرف نگاه کن اینو، اینجا رو بیا نگاه کنیم. این خط رو برداریم بذاریم اینجا. ببین من دارم اینجا رو نمیام نگاه کنم این خط الان اینجاست. برای همین یه دقیقه 1-2 دقیقه میریم عقب. بله، خرید زیاد تو سبب اونجا، فروش زیاد تو کپ دیدیم. اینجا خرید زیاد داریم توی سقف میبینیم. نگاه کن، اینا اتفاقی نیست بچه ها. اینا عدد رو هوا که نیومده اینا که وصل به بازار. این بازار داره نداره. میگه 748 تا دلتاست. نگاه کن 993 تا خرید زدن، قیمت افتاده. ببین این نکته جذاب بهت بگم. ببین داره تموم میشه انگار خریدا، بعد مارکت میریزه پایین. این گفتم 2 دقیقه صبر کن، 1 2 3. اینجا دیگه تقریبا مطمئن شدی دیگه، نشدی که این ناحیه مهمه. ببین این این در واقع یه ساپورت رزिस्टنس لایو داره مارکت بهت میده، به صورت زنده برات داره یه ساپورت رزिस्टنس قشنگ درست میکنه. حالا تو میتونی اون لول رو تریدش کنی. اینجا وارد چی، استاپتو بذاری اینجا و تمام. ببین تا قبل اینکه به ویوپ برسه 1/4 رو بهت داده. شما بگو شانس موفقیت اینی از هر 10 بار 4 بار تیپی بگیری. 6 بار اشتباه کردی یا مثلا نشده. 40% ضرب در ریوارد 4، یعنی هر 1% گذاشتی 4% گرفتی، قطعا یه سیستم سودآور داره بهت میده. حالا شما فرض کن
مدل دوم، ورژن دوم از مین ریورژن اینه که اینجا یه لولی هم داشته باشی. یعنی چی؟ مثلا این خوبه، ببین یه وی اچی هم یه وی الی هم اینجا بوده، یه کف والیوم پروفایل دیروز هم اینجا بوده. نه، این لولیه که من ترجیح میدم اینو ترید کنم به جای این. طبیعتا زیر والیوم پروفایله اینو کاری نداری بگی یه بار تاچ شده ها. نه نه نه، اصلا مارکت باز نبوده اون موقع. خب ببین مارکت تازه اینجا باز شده، نگاه کن اینجا. من این خط رو بندازم، یه خط زرد بندازم، ببینید مارکت تازه 5.5 به ساعت من باز شده، رفته بالا برگشته اینجا. اولین اینجایی بوده که شروع کرد یه سری حجم خوب داده. بعد دقیقا در تقاطع -2 وی وب و وی ال دیروز یه ستاپ خیلی خوب داده. در چه تاریخی؟ برید ببینید، الان خودتون هم میتونید برید چک کنید. 28 سپتامبر برید ببینید اینجا باید قشنگ رفته بالا. خب آقا چجوری ما بک تست بگیریم؟ بک تست کردن یادمون بده. شما دو تا چارت نیاز داری دیگه، یه مپ یه فوتپرینت. برای مپه شما میتونید تعداد روزهای بیشتری دانلود کنید چون سبک‌تره. البته ولومتریک هم سبکه، میتونی به همون روزا دانلود کنید. اوکی. شما اینو بیا بذار مثلا، بیا تو این قسمت دیتا سریز، به اینو بذار مثلا آگوست، بذار 20 روز. بستگی به سیستمتون هم داره، کورای 9 کورای 7 ضعیف‌تره. به جای اینکه هر ماه یه سری دانلود کنی، دو تا 10 روز دانلود کن، اپلای کن، اوکی کن. چند ثانیه یا چند دقیقه طول میکشه، در حد 2-3 دقیقه. بستگی میگم به سیستم و اینترنتت هم داره. لودینگ تیک ریپلی، اینو دانلود که کرد شما چارت مپ رو داری. بعد همین کار رو برای فوتپرینت هم انجام بده. بعد برو این ناحیه ها رو ببین. من دارم میگم با یه وین ریت 40% اگر بتونی به طور میانگین ریوارد 3 و 4 بگیری، کمتر از 3 و 4 هم بود که اصلا وارد نشو، بگو کوچیکه. شما میتونی یه سیستم سودده داشته باشی. بچه‌ها این سیستم کار میکنه، کار کرده برای من. اگر مدیریت ریسکتون رو دقیق و درست رعایت کنید، پلنتون رو دقیق و درست کامل بنویسید، چک لیست درست کنید. ببینید پلن معاملاتیتون باید تبدیل به یه چک لیست بشه. بعد شما چک لیست ها رو ترید میکنی، ترید هایی که کردی رو اکسل میکنی برای خودت. اکسل کن، تاریخ بزن، بعد تو اکسل دیگه که فولدر عکس های معاملات رو بگیر، مرتب و منظم با دیسیپلین با نظم و ترتیب برو جلو. 6 ماه تا 1 سال زمان نیاز داری که تمرین کنی. بعد 2 تا 3 ماه هم میتونی بری اولین چلنجت رو بگیری، ولی حداقل 3 ماه اینو باید تمرین کنی. بعد که چلنج گرفتی، پاس کردی، قبلش هم باید تو دمو و تمریناتت سودده شده باشی، بعد بری چلنج بگیری. نری الکی چلنج بگیری پولو هدر بدی. بهتونم گفتم با پول خودتون فعلا ترید نکنید. چرا باید با پول خودتون ترید کنید وقتی پول فاندها هست؟ با پول خودتون ترید نکنید، با پول خودتون ریسک نکنید. فقط یه هزینه کمی باید بدی برای گرفتن چلنج. از چه فاندی استفاده کنیم؟ آقا سرمایه گذار برتر و فاندد نکست. خب از این دوتا میتونید استفاده کنید. ظاهرا دوستان استفاده کردن، راضی بودن. سرمایه گذاری برتر و فاندد نکست. برید برادر، برید از این استفاده کنید. اگه اشتباه ننوشته باشم فاندد نکست داره. منم مستقیما نمیشناسم، شما بچه ها رفتن از اینا کش گرفتن، ویدرا گرفتن، برداشت کردن و اوکی بوده تا الان. برید بگیرید و طبیعتا خودتون تحقیق کنید. هیچ، نه در مورد استراتژی نه در مورد معرفی فاند، من هیچ مسئولیتی رو قبول نمیکنم. طبیعتا هم بازار ریسک داره، هم ممکنه پس برای اینا ورشکست بشن یا مشکلاتی براشون پیش بیاد. من نمیدونم. تحقیقات خودتون رو کامل انجام بدید. دقت کنید. 2 تا فاندیه که با ایرانی ها کار میکنن. شما با حدود 400-500 دلار هزینه یه چالش و چالش میتونی بری یک اکانت 100,000 دلاری بگیری، با 200-250 تا میتونی بری اکانت 50,000 تایی بگیری. ذهنیتت هم جوری طراحی کن که با اکانت 50,000 تایی بتونی شروع کنی. کمتر از 50,000 دلار اکانت گرفتن رو توصیه نمیکنم. بیکاری مگه؟ بی خودی بری 10,000 دلار بگیری. 10,000 دلار چیکار میخوای بکنی؟ شما با 50,000 دلار بگیری، ماهی 1,500 دلار درآمدت داشته حداقل. حداقل. ولی تا اون موقع بس 3 ماه صبر کنی. از زمانی که این ویدیو رو داری میبینی، این ویدیو و جلسات ما تموم شد، 3 ماه باید تمرین کنی رو دمو. اگر دمو برات کسل کننده است، 200 دلار، 300 دلار، 400 دلار، هر چقدر دوست داری توی اکانت بروکر، هر بروکری پول بریز، باش با پول واقعی تمرین کن. 10 دلار، 15 دلار هم در بیار. ولی صبور باید باشی.
دیسیپلین باید داشته باشی. مهمترین قسمت این دیسیپلین و نظمه اینه که آقا من بتونم 3 ماه تحمل کنم. تا الان مگه چه جوری زندگیت گذشته؟ مشکل مالی تو چه جوری حل کردی؟ همون جوری حل کن. تا الان چیکار کردی؟ همون کارو بکن. یه 3 ماه دیگه به دندون رو جیگر بذار. استراتژی یاد گرفتی الان دیگه تمام. خب پس گفتم آقا مین ریورژن اصلش با ویوپ لول های وی اچ و وی ال دیروز قراره بیاد ساپورت کنه اینو. در جلسه بعدی استراتژی ترند فالوینگ رو بهتون یاد میدم. یکی دو تا تکنیک هم برای پاس کردن چالش بهتون میگم و فام گرفتن و تمام. بعدش هم ان سعی میکنم یک قله میدم ولی تمام تلاشم میکنم یه تایم خوب پیدا کنم، یه لایو بذارم تو اینستاگرام و تمام سوالاتتون رو در اون لایو جواب بدم. امیدوارم که برای این دوره یه دفترچه داشته باشید، یه نوتبوک داشته باشید، تمام جزئیاتشو نوشته باشید، سوالاتتون هم بنویسید تو دفترتون و مرتب و منظم برید جلو. خب پس من یه بار دیگه بهتون میگم، شما میرید دیتا سیریز برای بک تست گرفتن، اینو میذاری رو دیز و هر ماهی میخوای 1 سالم بیشتر عقب‌تر نرو چون بهت نمیده. اینو میذاری مثلا روی جولای 2023، اینو میذاری رو 30، اینو میذاری مثلا رو 20 روز، 25 روز. دقت کن که هر ماه کاری 20 روزه. این تیک ریپلی باید روشن باشه. دیگه باید چی بگم؟ اینجا میری تو تولز، میری تو دیتابیس منیجمنت، دقت کنید که این رول اوور اوکی باشه. نکته بعدی تو آپشن حتما برید و این تو قسمت مارکت آپشن مارکت دیتا این شو تیک ریپلی حتما باید این تیک فعال باشه. اگه نیست فعالش کنید. اپلای اوکی. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. لایک کنید، نظراتتون رو برام بنویسید. هر سوالی راجع به استراتژی مین ریورژن یا برکتینگ دارید، دوتاش یه معنی میده، بنویسید برام. سعی میکنم که جواب بدم. ارادت یا علی.